قی 49 هم شرطی مسئله سیفت است. ما با کوب داده شدگی کوبی A B C D A1 B1 C1 L1 اما خیلی می طرفی کوب درازیش A برابر درازی طرفی کوب چه برابر اکو شما اول یک بروی ساختنتون در کار از میان جای تیغه A B B C این نقطه N و تیغه B B1 گذرد نقطه O. اول این بروشه میسازیم. این بروشه سازیم سه‌کنجه M N O میشه. اما خیلی می اکنون مساحت همین بروشه یافتن ما در کار از بس که اینه بینید هر یک نقطه پارچه های MB BN BO همش به هم برابر کو A تقسیم 2 نیمی تیغه نیمی درازی تیغه از بس که این طرف ها به هم برابر این سه‌کنجه MNO حاصل شدگی ما هم سه‌کنجه برابر طرف همه طرفش به هم چیزه برابر. بنابراین یک طرفش یافتن ما کفایه. مثلا MN یافتیم ما از روی تئورم پیثاگور استفاده برده یافتیم MB کوادرات جمع BN کوادرات میشه. اكو MB ما هم A تقسیم 2 BN ما هم سه A تقسیم 2 انا اینا یافتیم مگر از روی تئورم پیثاگور A تقسیم 2 ریشه 2 میشد است. همین اکنون مساحتی من سه‌کنجه یافتم دکو سه‌کنجه MNO یا سه‌کنجه سه MNO مساحت اینا یافتم چون کنیم یک چند فرمول های یافتن مساحت های ما میدونیم لیکن اینجا به حالت ما به اهم قلایش مساحت به واسطه دو طرف و کنج بین آنها یافتن قلای فهمیدی؟ چون که از بس که سه‌کنجه برابر طرف کو همه کنج ها چند گرادوسی میشه 60 گرادوسی کنج هاش هم به هم برابر میشه. انا برای فرمولا 1 تقسیم 2 MN ضرب ON ضرب سینوس کنج بین آنها چند گرادوس سینوس کنج N 60 گرادوس. قیمت هاش جاش به آوره بذاریم و حساب کتاب کنیم جواب ما چند بود؟ 1 تقسیم 8 ریشه یا که اگر پیسنت پیش به آوره نمیسیم اگر ریشه 3 تقسیم 8 ضرب 3 میشه 8 کوادرات. انا بچه